قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحالم که بار دیگر با برنامه دیگر از سری برنامه‌های با دعوتگران در خدمت شما گرامیان و عزیزان هستم. باز هم در این قسمت جناب مونس مجیب الرحمن انصاری مهمان برنامه ما هستند. من حضورشان را در استودیو بار دیگر خیر مقدم عرض میکنم. جناب مونس، السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار، خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. جناب مونس بزرگوار، باز هم البته بیننده های عزیز و گرامی واقف هستند که ما در قسمت گذشته این برنامه، قسمت سومی که با شما رفتیم، صحبت های ما در رابطه با تأثیر رسانه ها بود و شما به یک دو مثال خیلی جالب و مؤثر اشاره کردین که در پایان برنامه گذشته البته بیان شد. با توجه به تأثیر گسترده رسانه ها در اذهان مردم، چرا باز هم علما، طبقه خیلی ها مؤثر در جامعه و خصوص در جامعه اسلامی، فاقد رسانه هستند؟ تلویزیون یا رادیوی مستقل مثلا علما در افغانستان یا در بقیه کشورهای فارسی زبان ندارند. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسول محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. تشکر جناب استاد بزرگوار. در قسمت این که علما و داعیا و دعوتگران چرا رسانه مستقل ندارند، میتونم بگم خوشبختانه که الحمدلله امروز نسبت به گذشته امروز به دست علما و داعیا و دعوتگران رسانه های توحیدی، رسانه های اسلامی قرار گرفته، اما آنچنانی که ما توقع داریم و دوست داریم خب کمتر هست. قضیه برمیگرده به مسئله رسانه باید یک پشتیبان قوی داشته باشه، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی، که متاسفانه امروزه در جهان اسلامی میبینیم که مهار کشورهای اسلامی به دست یعنی آنچنانی که به دست مسلمان ها باشه نیست، چونانه که توقع میره. بله، دیگران هستند که امروز سرنوشت تعیین میکنن. بنابراین داعیا و دعوتگران یعنی در حاشیه قرار گرفتن. یعنی زمانی که ما و شما از علما بحث میکنیم، از شخصیت ها و سلف صالح و حتی از علمای متقدمین، از شخصیت هایی که تالیفات و تصنیفات و تحقیقات اونها درخشیده، میبینیم پشت سر هر مؤلف قوی یک حاکم قوی بوده، حاکم علم دوست بوده. و در این راستا امروزه متاسفانه که حکام ما توجه اینا به دین کمتر شده، در این راستا رسانه اسلامی کمتر هست. اما از ناحیه این که خوشبختانه امروز داعیا و دعوتگران ما در رسانه ها اگر رسانه مستقل ندارن ولی حضورشان هست، با نوعی از انواع الله سبحانه و تعالی پیام اونها را از طریق رسانه ها به گوش مستمعین و به گوش جهانیان و اینها میرسانه. تشکر جناب مونس بزرگوار. اگر بخوایم که شکل میشه، اگر تعبیر ما درست باشه، یک میان برنامه، جناب مونس مجیب الرحمن، سوال من خدمت
مهمانای دیگری برنامه نیز مطرح کردیم. عموما مردم فکر میکنن که علما فقط منبر و مسجد و درس و تعلیم و مدرسه و اینها دیگه مصروفیت ندارند. مصروفیت هدف سرگرمی است، تفریح است. جناب مولانا مجیب الرحمن به چی نوع ورزش علاقمند هستند؟ آیا اول ورزش میکنن یا نه؟ چون عادتا مردم برداشت جا نیست که علما وقت ندارن برای ورزش یا ای که علاقمند نیستن. بدون شک علما هم از خود تقسیم اوقات دارن. اگرچه وقتی شما علما میگیم خود را واقعا دور از این میبینم که خدا عالم بگم خادم علما هستم، یک طالبه هستم، تا روزی که زنده باشم یک طالب العلم هستم. بدون شک علما تقسیم اوقات دارن. در تقسیم اوقات اینا ساعت تفریح هست، ساعت بالاخره ورزش هست. اما با تعبیرهایی که امروزه مردم از ورزش و از تفریح و از اینها دارن شاید متفاوت باشه. الله سبحانه و تعالی میفرماید قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا. انسان باید همیشه خوشحالیش و سرورش موافق به کتاب الله و سنت رسول الله باشه. اما از ورزش یاد کردیم. به چه نوع ورزش علاقه داریم؟ ورزش اگرچه وقتی که از در وقت جوانی بگیم، در ابتدای نوجوانی بگم و در جوانی که دیگه جناب استاد بزرگوار من فکر میکنم که همین الانم نوجوانم. خب انشالله که الله سبحانه و تعالی توفیق عمل صالح بده. در قسمت ورزش خود من شخصا که علاقمندم و دوست دارم، شنار دوست دارم. به تعبیر آب بازی و مسئله تیراندازی که به اصطلاح امروزی یعنی با استفاده یعنی بسیار دوست شما دارم. نظامی هم هستین به این ترتیب. دوست دارم که یعنی نشانزنی یعنی هدفتان نشان و اینها و توصیه میکنم برای همه دوستا که در این زمان و شرایط تیراندازی رو یاد بگیرن با انواع مختلف. و همچنین اسب سواری رو بسیار دوست دارم جناب استاد بزرگوار. و همیشه کسی که میبینم حتی با اسبم سوار دلم میخواد نگاه کنم. پس شما هم مقوله را فکر کنم که یا حدیث است یا قول حضرت عمر ابن خطاب است، علم اولادکم الرمایه سیدنا عمر رضی الله عنه میفرمایند و رکوب الخیل. دیگه و دوست دارم همیشه توصیه میکنم که با نوعی از انواع ورزشی که علاقمندن ورزش داشته باشن. خب باز برمیگردیم به فعالیت‌هایتون. جناب مولانا صاحب، شما به عنوان ما در برنامه تقریبا در 2-3 قسمت شما رو به عنوان بیشتر به نام خطیب شناختیم، دعوتگر و صاحب منبر یا بگیم قهرمان منبر اگر تعبیر درست باشه معرفی کردیم شما را. آیا در کنار ای که منبر خودشون در منبر همیشه تنها بحث وعظ است و تبلیغ است و رساندن پیام الهی است، در کنار ای شما دیگه فعالیت های هم دارین، فعالیت های علمی اجتماعی، یعنی فقط تنها مشغولیتتون به رفتن به منبر خلاصه میشه؟ یک داعی و دعوتگر چون وارث انبیا هست، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وقت منبر خطیب بودن و در میدان جنگ قهرمان بودن. بله. در عرصه اقتصاددان بودن و در عرصه های گوناگونی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می درخشیدن. داعی و دعوتگر هم باید تلاش داشته باشه. رهبان اللیل و فرسان النهار. در قسمت این که آیا تنها به منبر اکتفا نخیر، ما اگرچه موضوعات زیاد هست فکر استوار فقط میگذارم. در بدایت دعوتی که شروع شد به توفیق الله سبحانه و تعالی ایجاد یک انجمن تحت نام انجمن شیخ الاسلام ابو اسماعیل هیروی خواجه عبدالله انصاری احیا شد که انجمن فعلا هست و فعالیت داره که خود از یک بحث هست که انجمن چی فعالیت ها داره. و در کنار انجمن مسئله دارالایتام هست که امروزه الحمدلله بیش از 700 یتیم در اونجا مصروف درس و تعلیم و تربیت
قرار دارن. هم دارالایتام به نام انصار یاد میشه. انصار که هست و دارالعلوم هست که دارالعلوم عالی انصار هست که از بیش از 20 ولایت افغانستان در اونجا شاگردان مصروف درس و تعلیم و اینها هستن. مدرسه خصوصی انصار هست که متعلق میشه به فرزندان خود و منطقه و قریه و بالاخره هم جوار و اینها که هستن. و حلقات حفظ هست که الحمدلله در ولسوالی های مختلف، در قریه های مختلف که بیش از 40 حلقه حفظ قرآن عظیم الشان بخش ذکور و اناث هست. و خود انجمن که یاد کردم، انجمن هم شاخه برای ذکور داره، هم شاخه برای اناث داره که برای رشد و تعالی و ترقی فکر و اندیشه خواهران هست در راستای دین و اسلام و شریعت مقدس اسلامی. یعنی در کنار اینا شما رسانه هم دارین؟ و الحمدلله فضل الله سبحانه و تعالی که رادیو صدای انصار در تحت این مجموعه ها قرار داره که الان ساحه هراتر زیر پوشش داره که انشالله در آینده های زود شاید لااقل اگر نتونیم به دیگه قسمی وسیع‌تر بسازیم، انشالله اینترنتی میشه که دوستا فقط در هر نقطه از دنیا اینترنت داشته باشن، رادیو صدای انصار بشنون و شنونده رادیو صدای انصار باشن. و گاهنامه هست که یعنی بعضی وقت چاپ میشه و به خدمت دوستا و عزیزان قرار میگیره که همه این برنامه ها و اینها گاهنامه و مسائل و اینها مسئولین خاص خورداره، هر کدام مسئول انجمن، لکن زیر نظر و سرپرستی شما الحمدلله خادم همه ما هستم، خدمتگار هستم، دعا میکنم. ما فقط از ما درسته یک نام شده، کار از دوستا هست، تلاش از دوستا هست. برادرای خیر ما کمک اقتصادی دارن، برادرای علمی ما کار علمی دارن و برادرایی که اهل قلمن از قلم خود کار میگیرن. در این راستا یعنی قطره و شمه‌ای بود که بیان کردم، مگر حیف که برنامه شما برنامه با دعوتگران هست، برنامه خاص می بود که این پروگرام‌ها توضیح داده می شد، حلقات حفظ، دارالعلوم، دارالایتام و شخصیت ها و اینها. و ما فقط جا داره که در این برنامه یک یادآوری از تاجر خیر کشور افغانستان، از حاجی عبدالظاهر بشیری الله ایشان حفظ بفرمایه. یک تاجر آمد سرمایه گذاری کرده و امروز بناهای ساخته که افتخار نه تنها هرات بلکه افغانستان و بلکه آسیا و افتخار همه مسلمان ها شده که در اونجا انشالله با آینده های زود بتانیم پوهنتون ساخته بشه، که دانشگاه ساخته بشه و فرزندان مسلمان همانطوری که از ابتدا تا متوسطه تا لیسه در اونجا درس میخوانن بتانن برای اکمال، برای کاملیت تحصیل خود در اونجا انشالله درس و تعلیم و تحصیل خود را به پایان برسانند. جناب مولانا صاحب، شما در خلال صحبتاتون گفتین که شما در از منبر بیشتر به موضوعات اشاره میکردین که نیاز مردم بوده، مورد نیاز مردم بوده و حتما در افغانستان وارد بحث های جنجال برانگیزی هم شده. این بحث های شاید که با برخی از طرف ها بر بخوره، با منافع برخی از مردم بر بخوره، با او بحث ها هم تماس گرفتین. آیا این خطبه و این صحبت های که شما کردین وقتی که با منافع برخی از اطراف برخورده برای شما جنجال برانگیز نبوده، جنجال نساخته برایتان؟ جناب استاد بزرگوار، بحث جنجال اگر من بگم که از خطابت من فقط یک سال همیت خطابت بود و بعد از یک سال دیگه کاملا همه جنجال بود. به خاطر اینکه سخن حق وقتی که مطرح میشه منبر سنگر هست. از سنگر وقتی که به اصطلاح همون رمیه، همون تیر زده میشه، طبعا او با قلوب اصابت میکنه. مثلا از طریق منبر وقتی میگیم جای ظالم جهنمه، خب ظالمی که میشنوه طبعا او آرام نمی نشینه. مثلا از طریق منبر اختطافچی گفته شد، اختطافچی به جای خود نمی نشینه. مثلا جایی که از رشوت و خائن و کسی که مثلا اختلاس داره، اینها همه مسائلیه که وقتی از منبر مطرح میشه
او کسی که الله سبحانه تعالی دل از او نرم کرده باشه و او را هدایت کرده باشه، خب حرف میشنه و هدایت میشه و خیلی هم هدایت شدن، اما بدون شک داعی و دعوتگر در دعوت خود. انبیا علیهم السلام از حضرت نوح علیه السلام گرفته تا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در راه دعوت به پیامبر صلی الله علیه و سلم بدگه، یعنی مجنون گفته میشه، ساحر گفته میشه، کاهن گفته میشه، کافر گفته میشه، بیدین گفته میشه. و نبی علیه السلام نوح چندین بار جبرائیل از زیر سنگ ها بیرون میکنه، یعنی سنگ باران میشه. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم قضیه طائف رفتن اینا، قضیه بالاخره در طائف چی وضعیتی. یک داعی و دعوتگر اگر در دعوتی و مشکل پیش نیامد، داعی و دعوتگر باید شب فکر بکنه که در دعوتش خلل هست. این همیشه بارها و بارها حرف منه. هر انسانی که در دعوت قدم گذاشت، توفیق الهی باشه که برش مشکل امکان نداره جناب استاد بزرگوار کسی که در دعوت بیرون بشه در شرایط کنونی، اگر به زندان نرفت، اگر تهدید به مرگ نشد، اگر برای از او حرفای پایین و بالا گفتن نشد، در دعوتش خلل هست. جناب استاد بزرگوار، چون راه دعوت راهیه که سنگینی ها داره، درسته، تعریف، توصیف، همه محب، دوستان زیاده همه هست، اما کسانی هم هستن که وقتی قلوب اونها را الله سبحانه و تعالی به طرف هدایت سوق نده، اونها همیشه با داعیا و دعوتگرا حرف میزنن و در پی نابودیش هستن. قل جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. در اینه که جناب استاد بزرگوار از این که گفتیم جنجال برانگیز، جنجال های یعنی منبر گازرگاه به حدی رسید که اول به خود شخصا از جاهای مختلفه شکل تحفه و هدیه پیشنهادهای داده شد که الحمدلله خوشبختانه هدایایی که روی اینا هدف و غرض و مرض بود رد می شد و بعد به جلسات مختلفی که در اونجا سهولت و بالاخره اینها دعوت می شدیم، متوجه می شدم من خود شخصا که پی این دعوت حتما یک غرض هست، رد می شد و بعد دشمن متوجه شد که این شخص شکار شدنی نیست یا شکارش یعنی در این راستا. خب تهدید به مرگ، در مسیر راه بم گذاشته شد، به دروازه خانه بم گذاشته شد، به دیوار خانه بلند شدن و تهدید به مرگ و از طریق تلفن و از طریق بالاخره وسایل که کل این قضایار حتی یعنی سبحان الله اگر بخوایم ما فقط در این راستا باید برنامه خاصی باشه که دشمن حتی از راههای گوناگون. یک روز جناب استاد بزرگوار الله سبحانه وتعالى كم فرمایا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. روزی در مدرسه نشسته بودم، کسی آمد گفت که از مدرسه بیرون نشو که بسیار وضع و شرایط خرابه تا معلوم بشه. گفتم چی؟ گفت که راپور دقیق به ما رسیده که امروز زده میشی، امروز پلان و طرح زدن تو ریخته شده. تبسم کردم، گفتم والله اگر بفهمم که این گپ تو راست هست، بزرگترین هدیه و تحفه برای تو میدم. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. کسی که لقاء پروردگار دوست داشته باشه الله لقای از او را دوست داره. برخی میگن ولا تلقوا بایدیکم، چون آیت است اینجا چرا شما به خدا من از روزی که در منبر بالا شدم آرزوی شهادت داشتم، آرزوی شهادت دارم و الله سبحانه تعالی از این درجه مار محروم نگردانه. آمین. جناب استاد بزرگوار بحث ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه جد ما ابو ایوب انصاری تفسیر و تعبیر را خوب میفهمه. مردم در جنگ نمی رفتن، جهاد نمی رفتن، میگفتن ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. سیدنا ابو ایوب انصاری میگه که بیایم که من آیه به شما تفسیر کنم. هر کس از جهاد خودداری بکنه نفس خود را در هلاکت انداخته. هر کس از دشمن بترسه نفس خود را در هلاکت انداخته و هر کس بالاخره در مقابل دشمن از خود خاری و زبونی نشان بده نفس خود در هلاکت انداخته. بنابراین من وقتی که حرف برای از زدم گفتم تو مژده وصل دادی. ما به این یقین دارم که فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اجل یک ثانیه پس پیش نمیشه، اما تو مژده شهادت دادی. چه نعمت عظیم و بزرگی. و بعد از این قضیه من متوجه شدم که نه، این شخص که وقتی حرف زده بود هدف این بود که فخشوهم، شما را بترسانه، بهراسانه، بترسانه. وقتی این حالت دید. بنابراین جناب استاد بزرگوار
من خوشحالم که اگر هر قدر از طرف دشمن تهدید می آمد، از طرف دشمن پریشانی و نگرانی می آمد، من پریشان نمی شدم، نگران نمی شدم، هراسان نمی شدم. الان هم نمی شدم. مسلمان یک مرتبه به دنیا میاد، یک مرتبه از دنیا میره، وعده هم مشخصه که یک ثانیه پس پیش نمیشه. در خانه خود هم باشیم مرگ به سراغ ما میآید. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در کاخهای سربلند هم که انسان باشه، چقدر پادشاهان در داخل قصر خود نشسته بودن، اطراف خانهشان حکم و حشم و گارد و بریگارد و بالاخره همه اینها، اسرائیل داخل میشه و در داخل خانه و قبض روح میکنه. و جناب استاد بزرگوار و الحمدلله، و وقتی که جنجال ها پیش می آمد و جوانای مخلصی، جوانای متدینی، جوانایی که ما اونها یعنی تحت نام موظفین مسجد جامع گازرگاه اونها تعیین کردیم که بیش از 100 جوان که اینها امنیت مسجد. خب وقتی که ما میگیم شهادت و اینها، چنین هم نیست که میگم با توکل زانوی اشتر ببند، چنین نیست که بالاخره در این راستا وقتی که فاذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی شما تدابیر امنیتی خود اتخاذ میکردید. الحمدلله تدابیر بود و دشمن هم وقتی متوجه میشد که بهترین جوانها مخلص متدین، معاشی نبود جناب استاد بزرگوار، جوانی نبود که برای از اون معاش بدیم، حقوق بدیم او بیایه، جوان خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی به صورت افتخاری در خانه الله به خاطر امنیت. و در خانه بنده هم که اگرچه من دوستار تاکید میکردم که شما بریم و بالاخره من لازم نیه، باز هم در وقتی که جنجال ها پیدا شده بود، وقتی مشکلات ایجاد شده بود، جوانای مخلص و متدین می آمدن و به من می گفتن تو راحت باش و ما بیدار میمانیم و تا اینکه تو سالم بمانی. و الان دعا میکنم که الله سبحانه و تعالی جان ایشان را، اولاد ایشان را، زندگی ایشان را از همه آفات سالم بداره. آمین. جناب آنوس، برنامه ما این قسمت از برنامه ما که البته 4مین قسمت با شماست رو به پایانی است و خود برنامه هم با شما البته این آخرین قسمت خواهد بود. در پایان میخوایم بدانیم که دلیل مقبولیت و محبوبیتتان در میان مردم را چی میدن؟ ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. فضل الله سبحانه و تعالی. و بعد از فضل الله سبحانه و تعالی مردم مرا دوست دارن چون به خاطر که من اونا را دوست دارم. پس محبت دو طرف است. تشکر میکنم جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری که طی 4 قسمت از سری برنامه های با دعوتگران مهمان برنامه بودین و این زحمت متقبل شدین. خداوند آنچه که گفتین در این برنامه و آنچه که ما شنیدیم در میزان حسنات ما قرار بده و از شما خداحافظی میکنم. و همچنین جناب استاد بزرگوار صحبت شما قطع کردم چون برنامه با دعوتگران بود. من میخوام به همین برنامه از همه عزیزان و دوستانی که در طی این سالها از طریق یوتیوب، از طریق منبر، از طریق بالاخره وسایل تواصلات اجتماعی که هست صحبت‌های بنده را گوش کردن و شنیدن، میخوام این را بگم که انسان جائز الخطا، انسان در خطا هست. شاید در بدایت، در ابتدا، شاید الان، شاید دیروز من حرف را گفته باشم که خلاف قرآن و سنت رسول الله از زبان ما بیرون شده باشه. من اولا از الله سبحانه و تعالی به حرف خود معذرت میخوام و از عزیزان میخوام که هر جا صحبت ما میبینن که خلاف شرعه، میبینن که خلاف قرآن و سنت رسول الله، او اگر از یوتیوب، از فیلم، از داخل تواصلات اجتماعی، هر چی که هست او را حذف بکنن و ما از الله سبحانه و تعالی طلب عفو میکنم. آنچه که ما در دعوت خود و در سخنان خود گفتم که موافق به قرآن و سنت بوده از جانب الله سبحانه و تعالی و آنچه که خلافه یعنی موافق به قرآن و سنت نبوده، اگر موافق به هوا و هوس بوده، او از طرف شیطان برای من گفته شده. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم جناب مولانا صاحب، جزاکم الله خیر. و همچنین از بینندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودن اظهار سپاس و امتنان دارم و تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما گرامیان را به پناه الله یکتایی بی همتا می سپارم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي